کلماتو میچینم کنار هم تا ناز نکنن دیگه برای من بچه ی خیابونم. تو چی میچرخی دور چی دیگه؟ پادکاری نرم میخوام بگیرم حسو میگی فازت چیه؟ چی تو خودت دیدی؟ میگم من همینم پی علاقم، حتی اگه نرسم واسه خودم جشن میگیرم دیگه. اون بچه ی منزوی نیستم که بگم چشم، شاید به کام خیلی یا بد بیاد ولی واسه من یکی که رپ میاد. مینویسم کسایی که هر روز عشقشونو کشتن، واسه حرف مردم استعدادشونو خفه کردن و بعدش هم مردن. تازه سنگ قبرشونو که گذاشتن گفتن تفلکی چه بد مرد. نگفتن که این بچه همون بچه بود که تو حسرت استعداداش خفه شد. بیا بگم برات من هنوز زندم پی عقاید قدیمی. خیلی وقتا مردم میخواستم نفس بکشم گفتن آرومتر، میخواستم حرف بزنم گفتم بچه تو یکی خفه. توی اوج استعداد ما رو کردن چپه، دیگه انگیزه نمونده برامون که بگیم ما هم هستیم. ولی من همونم که تو اوج بردگی پاتریکس رو دور زد، حالا داره رپ میکنه یه دنیا معذرت. بالاخره این داوود به اسم هامون از واقعیت حرف زد. تو به من میگی واقعیت چیه؟ منم بلند داد میزنم میگم صدای قلبت، ندای قلبت، گواه قلبت.